عرض سلام و احترام خدمت همراهان عزیزم. امروز میریم داشته باشیم یه آموزش کیک اسفنجی به سبک قنادی که دوستان من این مقادیری که الان میذارم اینا مال مغازه‌های بزرگه، ولی در آخر ویدیو معیارهای خونگیشو برای شما عزیزان خواهم گذاشت. در اینجا ابتدا ما 120 عدد تخم مرغ احتیاج داریم، زرده و سفید کامل و 5 کیلو و 700 گرم آرد صفر قنادی که دوباره از علک رد شده و 4 کیلو و 500 گرم شکر زبر و 1 کیلو و 400 گرم آب و شیره شیرینی، همون پودر شکر سابیده و آب، و در اینجا 5 قاشق بکینگ پودر و ژل کیک. میتونید ژل کیک از لوازم قنادی ها آماده کنید و همه لوازم قنادی ها داره. این خمیری که من به شما آموزش میدم امروز احتیاجی نداره که سفیده و زرده را از هم دیگه جدا کنید و همه موادمون را با هم دیگه داخل ظرف میریزیم و با دور تند به مدت 5 دقیقه میذاریم که این خمیر عمل بیاد و به مدت 50 دقیقه داخل پر میذاریم. اول از همه تخم مرغمون میریزیم، بعدا شکر، آب اون اضافه میکنیم، شیره رو اضافه میکنیم. حالا اینا رو همه مقادیرش آخر ویدیو براتون میذارم که انشاءالله مشکلی پیش نیاد. در اینجا بکینگ پودر رو اضافه میکنیم و ژل فلکس، همین ژل کیک بهش میگن که میتونید از لوازم قنادی ها آماده کنید. و در آخر آردمون اضافه میکنیم و به مدت 5 دقیقه میذاریم زیر دستگاه با دور تون کار کنیم. اول کار میذاریم با دنده سبک خمیرمون کار کنه. بعد که یکم قاطی کرد دور دستگاه رو تند میکنیم و به مدت 5 دقیقه میذاریم خمیر ما کار کنه تا عمل بیاد. و برای اینکه صدا نمیرسه دور صدای دستگاه زیاده، بعد از 5 دقیقه خدمتتون میرسم و نتیجه کار رو براتون میذارم. خب دوستان عزیز، ببینید خمیر ما بعد از 5 دقیقه اومد بالا و به این حجم رسید دیگه. الان این بعد 5 دقیقه خمیرمون رو خاموش میکنیم و میریم که بریزیم داخل قالب و به مدت 50 دقیقه بخار از قبل داغ شده درجه حرارت 190 درجه به مدت 50 تا 55 دقیقه این کیک ما داخل فر میره و نتیجه رو به شما نشون. خب همراهان عزیز، ببینید این خمیر ما به این قوام که رسید. بعد یه فوتی کوزه‌گری داره که میگن هرچی تخم مرغ آب سرد بریزین داخل این خمیر بهتر در میاد. حالا این خمیر ما آماده و ما اینو میایم داخل قالب میریزیم و به این حجم میریزیم، روش هم به این صورت صاف میکنیم و به مدت 50 تا 55 دقیقه و درجه حرارت 190 درجه داخل پر از قبل گرم شده میندازیم و من میرم که این قالبی اون داخل پر بندازم و بعد از 50 دقیقه نتیجه رو خدمت شما عرض می‌کنم. خب دوستان عزیز، بعد 50 دقیقه اینا نتیجه کار ما. یه کیک اسفنجی بسیار عالی و بسیار با دوام انشالله که درست کنید و لذتشو ببرید. و دوستان لایک و سابسکرایب فراموش نشه و کانال ما رو لطفا به دوستان خود معرفی کنید تا انشالله
از آموزش‌های بعدی ما جا نمونید. امیدوارم که این کیک رو درست کنید و استفاده کامل رو ببرید. ممنون میشم که کانال ما را به دوستای خود معرفی کنید و لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نکنید. خدا یار نگهدارتون تا آموزش‌های بعدی انشاءالله.